نباشه زندگی کردن ممکنه. خم خمارگی زندگی کردن بگی نمیم بریای اوستا توری جوان اینا خود در دهت بنوازا و تو بگی فقط فکرش چیه یکی هم طلب نشید باشه این بچه با این حال بگیجو میرسید لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة هر قومی که همین رهبری و سیادت و قیادتش در دست زنکای رشته در دست زنکای هیچ وقت رستگار نمیشه. حدیث امام بخاریه. سبحان الله. از همین خاطر حضرت صلی الله علیه و سلم تاکید کرد فاصفر بذات دین، صاحب دیانت انتخاب کن. دیانت که داشته باشه ان شاء الله هیچ وقت پشیمون نمیشه. اگر شما از ریختن موی سر یا اینکه از بریشی، از لاغری، بی‌اشتیایی بودن، از وزن نالازمه، پروستاتیت، درد دل، درد گرده، درد معده و یا اینکه خونو گرفتگی روده ها اذیت میکشید، پس با این رقم های در روی اکران بوده زنگ زنید. کمی از بیماری خود معلومات دهید. داروی های گیاهی لازمه را به شما شرکت شفافرما توصیه میدهد. اگر پدرش وظیفه و منصب هم نداشته باشه، دین و دیانت داشته باشه که با خدا قسم دیده در روی دمو خونه آرام میگیره و تنج میشه و ای باید چند سال میگذره میبینی که همون پدرت ای دخترای خچه بولوش میدونه و خدمت هم کنه، مادرت ای دخترکای خودش بولوش میدونه. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه که اگر پارسا باشد حضرت شیخ سعدی میگه اگر پارسا باشد خوش سخن نگه بر نکویی و زشتی مکن. زن اگر زنی پاک دامن باشه، سخنی خوب داشته باشه، شوهر با تبسم استقبال کنه، با تبسم گسیل کنه، دیگه نگاه نکنه بزیبای بیزیبای. ربی زن خشمنیش دل نشانتر که خوب که آمیزگاری بپوشد عیوب. ای همون زنی صاحب جمال ده، زنی که چکچکیه دیده دروه، زنی که خدمتگاره، حضرت میگه به مراتب بهتر و خوبتره. زندگی را همین میکنه خطی شوهر، راحتی جانم همون شوهر میبینه. ببرد از پری چهره زیشت خوی، زنی دیو سیمای خشتبع گوی. همین بیچاره شیخ سعدی هم قیمه غوجن نمیدونم ای کدام عبارت ها میگیرن، همین غلطش میگن که ما درست شا گفته استیم برای همون کسایی که همین نظم را میگن و متاسفانه میغوجنش. ببرد از پری چهره زیشت خوی، زنی دیو سیمای خشتبع گوی. او گوی او جوی نیست، یعنی که زنی که صاحب جمال نیست، بیزیبای نه که خوش طبیعت، زبان شیرین داره، خدمتگار خدمت میکنه، حرمت احترام شوهر و حرمت احترام خسر و خشتامان هم میدونه. همون میگه ای همون پریچهره بدخوی بدفعل ده بالاتر میسته. گوی چوگان هسته میدونین یا چوگانش کلوچکه، گویشون هم توپکه، یعنی که غلبه میکنه. این بازی را میبره همیشه دست بالای در حیات. همین صاحب دیانت با اگر او صاحب دیانت حسن جمال داشته باشه ماشاءالله، با اگر مال حال داشته باشه، با اگر انشالله حسب و نسب داشته باشه، نور علا نور میشه. نه که میگم که این طریز هم بسیار کم میشه، بسیار کم و نادیره. هر وقت زنی را انتخاب میکنه در همین مد اول باید که همین دین دیانت شموله. اگر مانده انشالله برد میکنه باور کنه این مال حال دیگه همش همین آینده و رونده یک چرکی بسته. حضرت علی خودش روایت کرده است، حدیث در مسند امام احمد اومده است، میگه جهز رسول الله صلی الله علیه و سلم فاطمه فی خمیل و قرب و وسادت ادم حشوها افخیر. حضرت صلی الله علیه و سلم میگه وقتی بیبی فاطمه را به خانه من گسیل کرد، همه جهاز بیبی فاطمه، همه اشیایی که قطیش بود عبارت از سه چیز بود. میگه یک چادر، یک مشک برای اوگیری و یک بولیش ای پوستی بره، ای پوستی میش در درونش با اشخیر پر میکردن عربو. پرکه نبود، ای پر نبود،
یک گیاهی از با نام عشقی را پر میکردند در روش. حشفش همو بدست. قاضی شفا، قاضی عیاض در کتاب الشفاش همین را چند چیزی دیگر هم پوش کرده است. در یک روایت دیگر که میگه بیبی فاطمه یا طبق چوبی داشت همچنین، یا پر پاپوشی نو داشته است، نه علیه، یک مسواکی اولی استفاده ما کرده داشته است، یک سنگ دستاس، سنگ دستی توست، آسیابی دستی را میگن. اولی موزه ده هست، اینه موزه ملی ده. خیلی که مصفیدو دیدین میدونن، این بچه هایش نمیفهمن. همه یک مشت دمشت گندم جوا میگرفتن به دختن ارد میکردن و یکون توگی میکردن میخوردن مردم زمانهای پیش. همتری از سنگ دستاس میراثی مادرش به دستی بیبی فاطمه زهرا. و نهایت یک بوریا داشته. در ما بوریا را قمیش میبافن، در عرب از لیفی خرما میبافنش. ای پوستی تنه خرما، او پوستی تنه خرما را دیده هیچ خیلی قوسی همتا درشته. ای همون یک بوریا چاک داشته است. خدا رحمت کنه شیخ عطورا همین را به نظم کشیده است همین قصه را. میگه اسامه گفت سید داد فرمان که بوبکر و عمر را پیش من خوان. حضرت اسامه ابن زید فرزند زید ابن حارثه این لوبیمچی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. همین لوبیمچی در عربی حب میشود. این را حب ابن حب میگفتن. یعنی لوبیمچی که بچه لوبیمچی. پدرش حضرت دوست میداشت. زید ابن حارثه یک زمانه بود که پسرخوانده حضرت بود، خودش کلمش کرده. همه اسامه را به حد دوست میداشت حضرت. حتی اگر یک کاری مشکل میشید است، جرأت نمیکردن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم چوب بیاید، همه اسامه را بفرستادن. او برای میدونستن که حضرت نازی اینا میبرداره، اینا دوست میداره. اسامه میگه که یک روز حضرت امر کرد، گفت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی الله تعالی عنهما را دعوت کرد. این حضرت ها نزد رسول خدا صلی الله علیه و سلم حکم وزیر داشتن، قطعیشو مشورت میکردن همه کار. چه پیش اومد ابوبکر و عمر نیست، پیامبر خواند زهرا را بدر نیست، بدو گفت جهازت هر چی داری چنا خواهم که در پیش من آری. وقتی میگه اومدن حضرت بیبی فاطمه را صدا کرد، گفت بچم جهاز چیزی داری بگی بیا، اگر چی نوری چشم ای دل افروز به حیدر میکنم تسلیمت امروز. تو نوری دو دیده منی، حقیقتا دختر دوستداری حضرت صلی الله علیه و سلم. نیکی دختر باید شوهر کنم. سه کاری هستن که هرگز باید مسلمان تأخیر نکنن. یکی وقتی نماز اومد باید به تأخیر بخونیش. دوم جنازه را که آوردن باید تأخیر نکنن مسلمان. نگن که ما کار داریم، نماز جنازه را ادا کنن. و نهایت وقتی که دختر زن براش یگان خواستگار اومد، اگر هم کفش باشه باید تأخیر نکنن. ولی حضرت گفت که دادم من تو را در علی دادم. بشد یک سنگ دستاسون یگانه برون آورد اون ساعت زی خانه، یکی کهنه حسیر از برگ خرما، همون حسیر بوریایی که گفتیم، یکی مسواک نعلین مطرا، یکی کاسه زی چوب آورد با هم، کاسه چوبیش نمی طبقی چوبی خرما، یکی بالیش زی چرم میش محکم، یکی چادر ولیکن 7 پاره. ای بیبی خدیجه و بیبی فاطمه رضی الله تعالی عنهما همه یک چادر دیگر هم میراث بودند است، 7 پرگی داشت. میگه همه آورد و آمد در نظاره. میگه پیامبر خواجه انواع و اجناس به گردن برنهاد آن سنگ دستاس. حضرت صلی الله علیه و سلم همون سنگ دستاس گرفت سری حلقه کرد. ابوبکر آن حسیر آنگاه برداشت، یا نماینده های عروس نکرد، عروسه به خونه شه میبرند. ابوبکر آن حسیر آنگاه برداشت، عمر بالیش گرفت راه برداشت. حضرت ابوبکر صدیق بوریا را میگه تای کش کرد، حضرت عمر بالیش تا گرفت. پس آنگاه فاطمه دختی پیامبر به سر اندر کشید آن کهنه چادر، پس آن نعلین را بر پای خود بست، پس آن مسواک را بگیرید در دست. سیله زنهای جنت در اومد میگه پاپشکوش پوشید، مسواک در دستش گرفت، میگه چادر را در سرش کشیده تیار شد اومد. اسامه گفت من آن کاسه آنگاه
گرفتم در کف برداشتم رو. این میگه من بچه خورد بدم با من طبق رسید. طبق گرفتم و عروس هم میبره. نه شتر نه اسب. اگر چند قدم هم که باش آغازی در ماشینای پیش با 4 تا ماشین یخیلا با نمروی گرینی زکاس میکنن بورش میکنن. همسایش گرفته است یک بریم قلعه حصار را تماشا کنیم، یک ورزا بریم خاک بالا بریم بیبی فاطمه را ببینیم. نگو که تماشا بره یک اسپک بیاره در گردن اسب زنگوله بنده که جرینگ کرده بره و با ابرو برم اینا ببین. پای پیاده حضرت بیبی فاطمه را به حجره حیدر برده است. سبحان الله. میگه چه پیش حجره حیدر رسیدم زیگریه روی مردم ندیدم. در راه اسامه ابن زید میگه علمم کرد. همین دیدم حال زار آخی او زمانم بوی دخترا بدن تویای کلون میکردن یه بچه یک تیلووریای میخریدن یک گوشپاروی میکردن هیچی. میگه همه دیگه گریه گلوگیرم کرده چشمام لقلقی او پیش پا من نمیبینم. پیامبر گفت ای مردی نکوکار چرا میگیری آخیر اینقدر زار؟ حضرت میگه گفت که یا اسامه چی درد داری برای چی گریه میکنی؟ بعد او گفتم زی درویشه زهرا مرا جان و جگر شد خون خورا. گو برای بیبی فاطمه گریه دارم. ای سیده نسای زنا های سیده نسای جنت های ببین تا قیصر و کسرا چی دارد ولی پیغمبر از دنیا چی دارد. قیصر و کسرا دشمنای خدا در ناز و در راحت هنو آخه دختری حبیب الله سرور پیغمبرو محمد صلی الله علیه و سلم ببین جهاز شبینه احاله ببینه پای پیاده کسی که خوجه هر ده جهان است جهازی دخترش اینک عیان است. میگه پیامبر گفت ای اسامه این نیست چه باید مرد هست این هم بسه چیست. اسامه گفت همین مادام که عاقبت مردن ای همین هم حساب کتاب داره برای انسان این خیلی گپای همین هم باید که استفاده کنی به سرفکاری استفادهش کنی در راه خدا خود شکرگزاری نعمت پروردگار را بکنی. آخه بیبی فاطمه جهازی بای نداره. بیبی فاطمه قرآن داره. بیبی فاطمه ادب اخلاق داره. بیبی فاطمه به خانه حضرت علی نور و صفا بود. آخه او شعر بچه‌های حضرت علی که تا امروز به افتخار امام حسن رضی الله تعالی عنه امام حسین رضی الله تعالی عنه میگیم سید جوانای جنت از دامن بیبی فاطمه تولد شده است. حضرت علی همین خیلی در راحت در معیشت در زندگی با بیبی فاطمه که تا وقت بیبی فاطمه زهرا زنده بود حضرت یادی زن نکرده است. همین بعدی وفات بیبی فاطمه 4 زن گرفته است حضرت. نه که تا وقت بیبی فاطمه زنده بود یادی زن نکرده است. همین خیلی زندگی شیرینی داشته. حضرت صلی الله علیه و سلم اول تاکید کرد که یا علی تمام کارهای خارج از خانه در ذمه تو، یعنی نفقه را تو باید آماده کنی، خوراک تو آماده کنی. یا فاطمه گفت همه کارهای داخلی خانه در ذمه تو، همین خانه نگهدار کدبانوی خانه تو هستی. دختران خیلی تربیه کردن در کار از برای خدا. همون دورهایی که ما یاشتر بودیم در کتابا حتی می نوشتن، در گازیت ها می نوشتن که در میان 15 رسپوبلیکای سیوز تاجیکستان گفتن از همه رسپوبلیکای کانسرویترین در این مسئله نکاح. تاجیکا قریب که طلاق نداشتن. اما خدا بکشم در پیش پای کمپیرون بکشم و همون زبان ها همین زن میگیریفتن. تری طلاقی تری گپو نبود. اینا مردم دیگه میکردن که در خیلی مبیحت کم بود. فقط حالت های نادیر دارد. امروز چی بالای موزده است که جای اول در اومدگی میدونه. تمامی ساختارا بانگ استراب میزنن. ای بچه همین اویلای نو برپاشیدگی قریب 30% در 1 سال گذشته علاقه ای هم پاش میخورن. علتش در چیه؟ با خدا قسم علتش در 2 زنگی و 3 زنگی نیست. علتش در جوانان ادختراوالی تجربه ندارن در این نیست. علتش در او است که متاسفانه اکثر جوانا